سلام. اگه تو هم مثل من امروز تو نصف روز تو یعنی از دست دادی که الان ساعت تقریبا 3 ظهره و من هنوز هیچ کاری نکردم اون موقعی که بیدار شدم جز نهار خوردن و استراحت کردن، هم دردیم. پس اول برو یه چایی بریز، یه چایی بخوریم با هم دیگه، بعد بشینیم برنامه رو بنویسیم، ببینیم باید ادامه روز چیکار کنیم که حداقل روز انقدر کسل کننده و بی مصرف نباشه. بریم بنویسیم برنامه. اول چای خدایی زنده میکنه، زنده توی این هوای 40 درجه فقط چایی میچسبه. شدم قهوه ولی قهوه نیست، قهوه دوست ندارم، چایی. بریم سراغ ویدیو. برای برنامه ریزی کردن من 2 تا دفتر دارم. حقیقتا مهم نیست شما چی داری چی نداری، اصلا هر چی داری، فقط میخوای که بنویسی که این ذهنت مرتب بشه، کاراتو بدونی که میخوای چیکار کنی یا چیکار نکنی. من این دفترم صرفا دفتری که میرم توش تیک میزنم کارامو، یعنی چیز خاصی نیستش، یا مثلا چیزی تو ذهنم بیاد میرم مینویسم توش، چیز خاصی نداره، فقط یه طرحی داره که خودم کشیدم. این طرحو میذارم زیادم خوب نیست. فکر کردم با این کوچولوی کار دارم که کلا کارهای مهممو میخوام بنویسم که امروز میخوام چیکار کنم. کار مهمم، من مهمترین کارم اینه که برای امتحانم بخونم و یه ذره زبان مرور کنم. پیاده روی ممکنه 10-20 دقیقه بکنم، ممکنه اگه برسم که عالی میشه، یعنی امروز تیک میخورم دیگه. بریم برنامه‌مون رو بنویسیم، بعدش بریم سراغ انجام کارمون. قبلش دوباره یه چای دیگه بخوریم. نوشتم باید چیکار کنم، نظام میبینید یا نه. اول باید جزوه بنویسم، جزوه امتحانم جلسه 34 رو باید بنویسم که ننوشتم. بعد این حدوداً 1.5 ساعت تا 2 ساعت طول میکشه. سعی میکنم 1.5 ساعت هندلش کنم. زبانم هم نیم ساعته، فقط در حد اینکه یه مرور ریزی انجام بدم، هم کلمه جدیدمو، هم گرامر و مودالی که خوندمو. بعدم پیاده روی میکنم تا دیگه تا شب، فکر کنم تا ساعت 10 اینا دیگه کار رو تموم کرده باشم. امیدوارم شما هم تموم کنید کارتونو. بزن بریم واسه ادامش. دوباره بازی ذره چای. من این چای تموم میکنم. واقعا چای معتادم یه جوری انگار بشه. خب من دیگه باید از روی گوشیم بنویسم. این قسمت رو فکر نمی کنم ویدیو بگیرم، پس فعلا پارت امروز هم تموم کردم. ولی حس میکنم هیچی یاد نگرفتم. چرا؟ چون خود استاد اصلا یاد نداده. بعد اصلا رفتم ویدیو دیدم، یه ویدیو فرستاده، ویدیوشو دیدم، طرف حتی خود یه دانشجوه که نمره مثلا خوبی گرفته ازش، ولی حتی اونم خوب نتونست توضیح بده و بلد نبود انگار. و یه سری چیزا رو میگفتش که خب منطقش اینه که باید بلد باشی، منطقش اینه که باید حفظش کنی، در صورتی که باید یاد بگیری نه که حفظش کنی. نمیدونم، حالا امتحانم آنلاینه ولی خب دلیل نمیشه که یاد نگیرم. اونم داده ساختار که یکی از درس‌های مهم کامپیوتره. حالا بگذریم دیگه. این کار رو انجام دادم، خوندم، این پارت تموم شد. ساعتم 5، یه نیم ساعتی گیم بزنم، بعد برم بیرون، را برم بیام زبان بخونم، روش بگیرم و این داستانا. فعلا این پارت هم تموم شد، از خودم راضیم. خسته شدم. 5 کیلومتر به 4 رفتم، 5 کیلومتر رفتم.
lean not fat, increase spike, aspirate you. پاور آدم خیلی پرسنی که خیلی پوره. پور پرسن کوکینگ دینر دارم شام درست میکنم اینا هست، ولی مثلا میخوام بگم که she isn't cooking dinner، یعنی بعضی درست نمیکنه شام درست نمیکنه. یه دفعه به ذهنم اومد که اون چیزی که میاد توی ذهن تو، ایده‌ای که داری، رویایی که داری، تو ذهن هزاران نفر دیگه هم هست. چون ما آدما خیلی بیشتر از اونی که فکر میکنیم به هم شبیه تریم و اصلا احساسات، عواطفمون همش به هم دیگه کانکته و از هم دیگه میگیریم اینا رو. در کل بگذاریم، بحثی نیست، بحث اینه که ایده‌ای که تو داری هزار نفر دیگه هم دارن و وقتی خودت اون کار رو اجرا نمی کنی و عقبش میندازی یا انقدر تداوم نداری تو کارت، دیسیپلین نداری تو کارت، یک نفر دیگه اونو میگیره قبل تو، یک نفر دیگه به اون دسترسی پیدا میکنه و تو میمونی و حسرت این که این آدم میتونست من باشم ولی نیستم. و چی میشه؟ حسرت، حسودی، ناراحتی، اعتماد به نفس کم. حداقل کاری که تو میتونی بکنی اینه که بدونی باید چی کار بکنی، یه قدم جلوتر بری و اون یه قدم رو به صورت باثبات هر روز در حد 10 دقیقه از اون کار انجام بدی، حتی با زور، حتی با حال بد، حتی با بی‌حوصلگی، حتی با کمبود وقت، اما انجامش بدی. و هدف این نیست که به بهترین شکل انجام بشه، هدف اینه که انجام بشه و جلو بره، استوب نکنه. در کل من خودم هیچ دستاورد خاصی ندارم که بگم الان، هیچی ندارم، ولی سعی میکنم که تا چند سال دیگه حداقل برمیگردم خودم ببینم و بگم که این دختر داشت تلاش میکرد یه روزی برای اینکه به بهترین ورژن خودش برسه، نه بهترین عالم اما بهترین ورژن خودش رو ببینه تا چند سال دیگه. در کل که فکر کنم این حرفا ارزشش رو داشت که آخر این ویدیو اینجوری بگم. تا یه بلاگی دیگه، فعلا.